سلام جان جان. خیلی چیزا رو میتونی با پول به دست بیاری. میتونی قیافت رو با پول عوض کنی. میتونی خونت رو، بهترین خونه، قشنگترین خونه رو بخری. میتونی قشنگترین ماشین رو داشته باشی. میتونی قشنگترین مبلمان رو داشته باشی. میتونی بهترین جای شهر زندگی کنی. میتونی بهترین رفاهیت رو برای خودت به دست بیاری. میتونی بهترین میکاپ آرتیستا رو داشته باشی. بهترین ها، هر چیزی رو میتونی بهترین هاش رو به دست بیاری و میتونی ظاهر زندگی تو عوض کنی. اما یه چیزی رو تو با هیچ پولی نمیتونی عوض کنی و اونم میدونی چیه؟ اصالت. اصالتت رو با هیچ پولی نمیتونی عوضش کنی. اگر این اصالت درستی باشه، بی‌نظیره. اما وای از اون زمانی که گدایی معتبر بشه. خدا رو هم بنده نیست، شک نکنید. انقدر که به زمین و زمان فخر میفروشه، انقدر که از بالا به پایین نگاه میکنه، یادش میره از کجا اومده، یادش میره چه جوری بوده. قدیمی ها وقتی میگن یا رب روا مدار که گدا معتبر شود، یعنی اون کسی که اصالت نداره و امروز به مال و منالی رسیده، دیگه خدا رو هم بنده نیست. دیگه به خونش و ماشینش و زندگیش میباله، اما تهش تبل تو خالیه. رفتارش، منشش، انسانیتش، همه چیزش برمیگرده به اون اصالته. وقتی اصالت درست نیست، خرابش میکنه. اصالت رو